حالتون چطوره؟ در حادثه ناگوار نفتکش سانچی که در 158 مایلی سواحل شرقی چین دچار حرق شد، 32 سرنشین و خدمه نفتکش سانچی جان خود را از دست دادند. حالتون چطوره؟ حال منم عالی. حال خنده‌باره تو خونه چطوره؟ با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که ساختمون ریخت. برو ساختمون متاسفانه همین الان ساختمون فرو ریخت. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ حال منم عالی. حال خنده‌باره تو خونه چطوره؟ یعنی متنفر بودم از این کار. حال شما عالی. داشتیم همه داشتن میمردن، رامبول میگفت حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ عالی. یکی اون وسط قش کرد رامبول حالتون چطوره؟ عالی. دلار 15000 تومان. حالتون چطوره؟ عالی. دلار 20000 تومان 5 تا مردن. حالتون چطوره؟ بورس خورد زمین. چه عالی. ما چی گفتم؟ بابا بگین عالی نیست که راستشو بگید دیگه. همش دروغ میگیم برمیگه.